بچه ها امروز شنبه است. شنبه و یک شنبه مدرسه ها تعطیله و من میخوام برم کتابخونه چند تا کتاب برای مطالعه بگیرم. در اینجا فضای بیرون کتابخونه است، خیلی خیلی جذاب و قشنگه و آدم دوست داره همیشه اینجا بیاد قدم بزنه. بالاخره کارت عضویت کتابخونه رو گرفتم. با این کارت میتونیم کتاب، مجله و فیلم های خیلی زیادی امانت بگیریم. این قسمتی که میبینید بخش کودکان هست که دارای کتاب های خیلی زیادی تصویری و متنی برای بچه ها هست. کتاب هایی که گرفتیم رو قسمت سلف چکینگ بدون نیاز به کارمندای کتابخونه میتونیم ثبت کنیم و با خودمون ببریم.